салом тамошобинони арҷманд. моҳи май дар Амстердами Ҳолланд китоби нави нависандаи тоҷик Шаҳзода Назарзода рӯи чоп омад. Синдроми Стокҳолм дар асл тарҷумаи русии навеллаи ҳамноми Шаҳзода аст, ки 2 сол пеш ба забони тоҷикӣ чоп шуда буд. Ин асари тарҷумаи ҳолӣ аст ва як саҳифаи бисёр дардноки зиндагии нависанда қисса мекунад, ки дарди обистанро кашида дар ниҳоят ноумед мешавад. қиссаест аз назари ман хеле занона ва ошкору бепардаи эҳсосоту андешаҳои як ҷавонзане, ки ҳамроҳ бо ин ҳама таҳаввулоти ҷисмониву фикрӣ воқеиятҳои зиндагии худро бозбинӣ мекунад. ва ҳоло худи нависандаи ин асар, ки тоза нашр ва ба бозор арза шудааст, дар суҳбат бо мо аз Амстердам мепайванданд. Шаҳзода Назарзода, салом. Нашри китоб муборак шавад. تشکر، سلامت باشید. از آن شروع میکنیم که روز 12 مای در رونمایی کتاب‌های خود در جشنواره کتابی تهران بدون سانسور در امستردام اشتراک کردید. شنیدم که خیلی خوب گذشته است. از نظر مخاطبان و شخصا خود شما چطور بود؟ میدونم که کتاب سیندروم استکهلم اونجا معرفی شد یک بار دیگر. بله. جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان، سندروم استکهلم و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره هایی رو از آن خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. و احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن، هم برای بازدید از این نمایشگاه و رونمایی کتاب‌ها، تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی های گسترده ای رو آورده. شاهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشت خیلی سختی رو که داشتید، خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید. شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید. این یک درد شما بود از فاجعه‌ای که پشت سر کردید، اقرار اشتباه‌های خود، توبه از اون تفکری که پایبند آن بودید و یا و گویا پاسخش رو دادید و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟ در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان‌های کوتاه، حکایه‌های کوتاه هم می‌نوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ممکن است من روزی بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نوشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان به کار میبرند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده میتواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهایمون ناخودآگاه هست. این کارهای رو انجام میدیم و نمیفهمیم که برای چی ما این کار رو کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استکهلم دقیقاً همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان رو در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری بسیار پر تردید و سوالی داشتم که
باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی می افتد. من حالا که از این رویداد حدود 7 سالی می گذرد، من فکر می کنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من از شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال فکر کنم که من برای آن ساخته شدم. زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت انقلاب در شعر فارسی، در شعر زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، بخصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند. این شیوه بیان رو ایجادکاران از سوی آسان و هدفمند میگویند، بخصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسمهای واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کاری سهل نیست به نظر من. درست است. من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استکهلم رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم به روی مخاطب کار آسانی نبوده. درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رومانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. شاهزاده، مفهومی سندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد، شما خود را هم گرفتار این سندروم مینامید؟ یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع می شود؟ ببینید، همه زنها قوی نیستند. همه زنها مردی رو در کنار خودشون ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث می شود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان رو کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنن و در واقع تربیت فرزند رو کاری یک نفر نمیدونن، کاری 2 نفره میدانند و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه‌های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های مثلا تجربه نشان میده در ایران، در خاورمیانه، در کشورهای مثل در بعضی از شهرهای
مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفته، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند. وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری شوم، یک مادری تاجیک باشم، آن وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن، 10 نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشند که بی پرده نویسند و کمک گسترده ای از اطرافیان خودشون داشته باشند که بتونن وقت بگذارند و بنویسند. این سوال های عمیق و مهمی بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری رو مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوالها رو من فکر میکنم که پیش خودم حل کردم. من هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس میکنم که نوشته های من فرزندهای من هستند و فرزندان دیگران رو میتوند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند. بله. دنیا، با امید از شاهزاده سوال اخیر دارم. فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی رو دیگر کرده توانستند و یا هدف شما از این شوی این قصه ها، یعنی شما به هدفتون رسیدید تا حاضر؟ من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم 10 سال میگذرد. 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده که تازه 40 ساله هست من فکر میکنم که موفقیت های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار میبرند هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم. یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار میبریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر میکنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبانهای قوی دارم و تنها نیستم و بخشی اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگان من تنها تاجیک ها نیستن، افغانستانی ها هم هستن، ایرانی ها هم هستن و تمام فارسی زبانانی که در سرتاسر جهان پراکنده هستند، مهاجر هستند، بی سر و سامان هستند، بی خانمان هستند، اینها رو میخوانند. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری
به کار ببریم. یکی از مهمترین کارهایی که من و همسرم انجام دادیم به نظر من انتشار سرمده بوده به خط فارسی، به خاطر اینکه سرمده هم دقیقاً به همین سمت نوشته شده. تمام واژگانی رو به کار برده که در ایران فکر می شده که اینها کهنه شدن، از بین رفتن، در حالی که در تاجیکستان اینها استفاده میشن و همچنان به کار برده میشن. درست. رمان ریگستان من سرشار از لهجه سمرقندی است، ولی ممکن رمان بعدی من سرشار باشد از لهجه فرغانه، سوخ یا هر جای دیگر. من احساس میکنم که این شروعی کار هست و موفقیت هایی که تا حال دیدم، جایزه هایی هم که لطف کردن دوستانی روس زبان در جشنواره بین المللی یورو ایژه سال گذشته به عنوان بهترین کار زن به رمان زمین مادران اهدا کردن، فکر میکنم موفقیت مهمی برای ادبیات تاجیک بوده. ما اولین بار هست که توانستیم خودمون رو به همسایگان خود نشاندیم که ما به روز هستیم، ادبیات ما هنوز توانایی دارد، نه اینکه تحت سلطه تجربه های دیگر نویسنده ها، بلکه ما تجربه شخصی خودمون رو داریم و کار اصیل، کار به قول اروپایی اوریژینال از آن برمیآید که شخصی باشد. شخص هست که یگانه هست، شخص هست که ناتکرار هست. تشکر زیاد شاهزاده جان، واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما شخصا همچون خواننده اثرهای شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و به تماشابینان این برنامه هم حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید. ممنون از شما، موفق باشید. تشکر.